پاییز فصل رنگ‌ها و تغییرات است. برای اینکه گیاهانمون در این فصل هم سر حال و شاداب باشند به کمی توجه بیشتری نیاز دارد. چرا پاییز برای گیاهان حساس است؟ 1. به خاطر تغییر دما، هوا خنک‌تر میشه و روزها کوتاه‌تر میشه. 2. به خاطر بارندگی، بارش‌های باران بیشتر میشه و رطوبت هوا افزایش پیدا میکنه. 3. آفات، با سرد شدن هوا بعضی از آفات به دنبال پناهگاه گرم میگردن. چه کارهایی برای مراقبت از گیاهانمون در برابر آفات انجام دهیم؟ برگ‌های خشک و علف‌های هرز را جمع کنید تا از رشد قارچ‌ها و بیماری‌ها جلوگیری کنید. با کود پتاسیم گیاهان را تقویت کنید تا در برابر سرما مقاوم شوند. میزان آبیاری را کاهش دهید، اما اجازه ندهید خاک کاملاً خشک شود. اطراف ریشه گیاهان را با خاک برگ یا کود پوسیده بپوشانید تا از سرما حفظ شوند. شاخه‌های خشک و بیمار را هرس کنید تا انرژی گیاهان هدر نرود. برای مقابله با آفات از روش‌های طبیعی مانند حشره‌کش‌های گیاهی استفاده کنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک و کامنت یادتون نره و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی ما مطلع شوید.